رعایت این یه نکته میتونه جلوگیری بکنه از خسارت چند ده یا چند صد میلیونی به کامیون. زمانی که اپراتورها میخوان عملیات بارگیری رو از قسمت جلوی کامیون انجام بدن و محور گردششون از سمت کابین کامیونه، حتما باید باکتشون رو وقتی که پر میکنن و توی کمپرس ماشین میخوان ببرن، استیکشون رو جمع بکنن و از پهلو باکتشون رو داخل کمپرس ماشین ببرن، چون احتمال اینکه سنگ از بغل باکت روی کمپرس ماشین بیفته خیلی زیاده. نکته بعدی اینه که همون باکتی که تخلیه میشه حتما باید دوباره از پهلوی کامیون خارج بشه و گردون رو به سمت داخل گود بزنه، چون احتمال اینکه سنگ یا خاکی داخل باکت یا پشت باکت گیر کرده باشه و روی اتاق کامیون بیفته خیلی زیاده. توی گردون زدن هم راننده باید یه کوچولو با احتیاط بیشتری گردون بزنه که به این شکل توی گردون زدن سرعت گردش بالا بوده، سنگ خورده به این قسمت، کمانش کرده زده شیشه عقب ماشین رو شکسته. میتونه خطر آفرین باشه برای اون کسی که توی ماشین